شب بخیر مردم شریف تاجیکستان. چرا امروز با نام مخالف تاجیک من ایمینه حسین اشور را در نظر دارم. محمد اقبال صدرالدین مانه در جای غیبت باشه، محمد اقبال صدرالدین در اونجا چخت است. محمد اقبال صدرالدین فویشه مکه فرانسه است. 1 ساعتش 2.5 یورو، اگر 45 بالا باشه 75 فویس کیتکا. حسین اشور چیزی که با فکر دلیل است. من ایمینه سکلادی سیلتاوخانه صبوری را در نظر دارم. 10 سال شد. این مدارو برامده فکر دلیل خودی گپ زدیستم. هست. بسیار شد استماده است. خشتواری صبوری مردم تاجیک غلام کردگی هستند. حسین اشور تو با نام دموکراتیا میخوای کو؟ چیزی که دستی ما دا باشه، چیزی که ما ببینیم ظلم باشه، ما میبرویم گپ میزنیم. چرا امروز شما خاموش هستید؟ چرا؟ حسین اشور گروه بسیار اکستریمیست ها چرا خاموش هستید؟ چرا نمیبرویم گپ زنیم؟ خود فایده همون مردم مهاجر در کیسه شما است. 75 فایدهش یا کیسه فایق دروغ میگه. حسین اشور اگر من دروغ بگم 120,000 دلاری که ایبایتون گمشید که ترا گفتیسان حسین اشور که تو دزیدی پولا ترکیه روی کردی، خشتواری پدریت خانه خرید. حسین اشور چرا خاموش هستی؟ مردم شریف تاجیکستان دیده نامرد داره. 2 سال شد گفتیسم دوستان با نام مخالف تاجیک دشمن شما است. نه، روی کردیم پولا. برای چی امروز نمیبروین؟ ایمینه برای سکلادی سیلتاوخانه گپ زنن. چرا جبردیداد ادوکات نمیگیرن؟ تا حاضر اگروز است. بانو مخالف تاجیک چرا خب هستین شما؟ تاجیک این مینوس شما است. مردم شریف تاجیکستان ما باید دوست دشمن فرق کنیم. من از خودم باوری دارم که زنگ زدگی هستن دولت طلب کردگی است. گروه بسیار اکستریمیست ها دستش میای کار. جمشید ورد زکونی با نام مخالف تاجیک چرا خاموش هستی؟ برای چی زنگ نمیزنیم ورا؟ مدارای تاجیک تهمت کردن میتونی. دلیل را زنگ زدی من نمیدونم نمره او را یک جای افتی یا بابا جان دادد یا که لنگری. چرا صبوری را زنگ نمیزنید یا که جانوشا که صورتهای همش دستمنده هست؟ چرا گپ نمیزنید؟ ای بیناموس من ترا گفتیسم جمشید شریپو چی با جبردیو را زنگ زدی و گراجت کردی و آدمایی که مدارای تاجیک استفاده بردیسن. 1 سال پیش یک مادر تاجیک کسل شده در جبر آمد رفت. چرا خاموش هستید؟ به ننگ و به ناموس. شما ناموس ندارید. شما به ناموس بودین به ناموس میمانید. تاجیکستان عزیزم فقط به پیش.